درود دوستان عزیز، درود به همگی، درود بهتون، درود دوباره، درود به همگی دوستان. خوش اومدین به این بحث. منتظریم دکتر سیامک عزیز تشریف بیارن. درود به همگی. منتظریم دکتر سیامک عزیز تشریف بیارن و این بحث رو ادامه بدیم. بحث داره جالب میشه در رابطه با این بابی. بحث جالبی شد. بحث تعلیم و تربیت هم مطرح هست، چون بابیون در واقع از پیشگامان تعلیم و تربیت در ایران بودن به معنای واقعی کلمه. از زبان خود دکتر سیامک عزیزم تشریف آوردن. از زبان خود دکتر سیامک در خدمتتون هستم. درود جناب دودای عزیز. آره، تعلیم و تربیت عرض شود که یکی از دستورات باب این هستش که هرگز مسائل فقهی و احکام اسلامی و علوم دینی رو در مدارس درس داده نشه. چه جالب. خیلی مهمه. بچه حالا توالت برم با پای چپ برم یا راست برم، نمیدونم چجوری وضو بگیرم، این چیزا، این بچه کوچیک میبایستی بازی کنه. دومین حرفی که میزنه که خیلی زیباست، هرگز با کلمات ساده با بچه ها حرف بزنید، کلمات پیچیده رو استفاده نکنید. موقع درس دادن با بچه ها با کلمات ساده این دقیقا من توضیح بدم به دوستان. بله، این دقیقا مخالف و مغایر اون چیزی است که اون موقع صحبت میشد. اون موقع مکتب خونه بود، میبردن بچه ها رو با بدترین شیوه میزدن که 4 تا صرف فعل عربی بهشون یاد بدن. ضربو، نمیدونم این چیزا. خب زبان ساده ماده در کار نبود. بفرمایید. آره. بعد دیگه دارم میام درباره کتک زدن بچه ها، حذف کلمات پیچیده و آسان کردن زبان صحبت میکنه. بعد سومین که استفاده از بازی برای تعلیم و تربیت. به معلم ها میگه با بازی به بچه تعلیم و تربیت کنه. خیلی جالبه. 200 سال پیش در تاریک ترین اوقات ایران این مرد این صحبت ها رو میکنه. بعد صحبت دیگرش اینه که نظم و انضباط در مدارس خیلی مهمه، ولی نه تنبیه بدنی. این خیلی مهمه که من میکنه بچه ها رو تنبیه بدنی بکنیم. و بعد به معلمان دستور میده که آموزش به برقراری ارتباط صبورانه و بدون خشونت با کودکان تشویق میکنه. یعنی برقراری صبورانه، یعنی خیلی باید صبور باشید با بچه وقتی حرف میزنید و بدون خشونت. این خیلی مهمه. بعد خیلی جالبه، به پدر مادرها دستور میده که احترام به معلم و به بچه ها یاد بدن. احترام به معلم و آموزش مهربانی، این دوتا چیز وظیفه پدر و مادر. ششمین چیزی که میگن هدف اصلی از تمدن هدف اصلی از تمدن همزیستی مسالمت آمیزه.
با استفاده کردن از مهربانی، رفتار و آداب. واسه همینه یکی از پایه های آیین باب اخلاقه. در بیان فارسی میگه حتی اگر مردم به شما ظلم میکنن بخشنده و مهربان باشید. بعد ببینین مثلا خیلی تعالیم دارن، حالا من یه مقدارشون رو دارم میگم. زلال و پاکیزه نگاه داشتن آب نهرها و رودخانه ها، این دیگه اون تعالیم محیط زیستی هستن دیگه. دقیقا برای محیط زیست. میگه این آب، این طبیعت یه هدیه‌ایه از طرف خدا به شما، واسه همینه میبایستی آب و حتما زلال نگه دارید و پاکیزه. من یه نکته اینجا اشاره کنم. ببینید اتفاقا من این بحث رو میخوام با در واقع دکتر سیامک ادامه بدیم. بحث در واقع عمق آیین باب در تفکر ایرانی، این خیلی مهمه. چرا؟ چون عمق ریشه داره در تفکر ایرانی. ما این آلوده نکردن آبها رو یا مثلا محیط زیست و اینا رو ما در تعالیم گذشتگان خود داریم. قبل از اینکه اسلام وارد ایران بشه در تعالیم گذشتگان ما این بحثا رو داریم. یعنی ما در زرتشتی میبینیم، ما در مانوی میبینیم، ما در مزدک میبینیم، ما در تعالیم پیش از اینها هم میبینیم، در تفکرات سیماوی. شما شاهنامه رو شما بریم بخونید، ببینید چقدر ما این تعالیم رو داریم و ما این رو دقیقا ریشه داره این قضایا. وقتی که ما راجع به باب داریم صحبت میکنیم این در واقع ریشه داره در تفکر ماها. خیلی زیباست. حالا اینو بعدا بحث کنیم. بفرمایید. یعنی انقراضی که در فرهنگ ما از 500 سال پیش شروع شده رو 200 سال پیش میاد و اینا رو باهاشون حرف میزنه و میگه که این طبیعت، محیط زیست یه چیزیه که شما میبایستی بهش احترام بذارین، یعنی هدیه خداست. و همین دلیل حفظ محیط زیست و آسیب نرسوندن به طبیعت یکی از شاخصها و تعالیم بابه. بعد کوشش در تولید صنایع دستی و کالاهای مرغوب، این یکی از دستوراتش. چقدر جالب! اینو من نخونده بودم جایی، جدا این جدید بود واسم. آره. خیلی جالبه. شما تصور بکن در اون دوره یک توسعه اقتصادی داشته باشه یک شخص، خب و این مسئله که الان در دنیا داره مطرح میشه رو مثلا مطرح کن در دوره‌ای که ایران یه دونه صنعت هم نداشت. آره. و خیلی جالبه در اون دورانی که ایشون تاجر بودش، تاجر پارچه بودن. در بوشهر یه زمانی در بوشهر چیز داشتن، چی میگن، مغازه، حجره داشتن. و بعد بقیه حجره ها معمولا از خارج یا تریاک می آوردن یا اسلحه. یعنی بهترین بیزینس در اون دوران بیزینس اسلحه بود و تریاک. و باب ولی هرگز و هرگز در اون بیزینس ها نرفت و تجارت ابریشم با هندوستان میکرد. بعد تشویق میکنه به خلق هنرهای زیبا تا شاهکارهای معماری. درباره اینا صحبت میکنه که این هنر آخه میدونین متاسفانه دست و پای هنر رو مذهبیون گرفته بودن. موسیقی نابود کرده بودن، نقاشی، مجسمه سازی. بعد باب میگه نه، تشویق میکنه که هنرهای تمام این هنرها رو تشویق میکنه. و بعد عرض شود که یادتونه که صحبت میکنیم که وقتی رضا شاه وارد تهران میشه میبینه که همه مردم در حال خارش هستن. اینا برای اینکه مردم واقعا از نظر بهداشت
بدبخت بودن. یعنی شما فکر کنی حمام‌های خزینه در اون دوران یکی از مراکز بیماری بود. بله. یعنی آب عوض نمی‌شد. بله. همین آب و همینطور روزها بعد از روزها استفاده می‌کردن و بیماری‌ها ایجاد می‌شد. واسه همینه یکی از تعالیمش دقت در نظافت و استحمام مرتب. یعنی بعضی مثلا ماهی یه بار حموم میکرد. بله. میگه نه، باید زود به زود حموم کنیم. خود شاه هر چند ماه یه بار حموم میکرد. خود شاه دیگه مردم بمانه. دقیقا. و بعد درباره این حمام‌های مدرن که در حقیقت تو ایران بهایی آوردن، اینو بعداً با هم صحبت میکنیم که اصلا علت فتوای و فریاد علما شد که اینا میخوان آب کر رو تبدیل کنن به بدبختی. اینو بعداً صحبت میکنیم. بعد یکی از دستورات پوشیدن لباس‌های پاکیزه و بدون لک. این خیلی مهمه. اینکه لکه نداشته باشه و پاکیزه باشه. کهنه باشه اشکال نداره، ولی لکه نداشته باشه و پاکیزه باشه. بعد صحبت از گسترش رفاه عمومی میکنه. بعد دوباره آزردن دل و ایجاد غم و اندوه برای دیگران رو نهی میکنه. یعنی واقعا وقتی که من میخوام قلب یک کسی رو بشکنم و غم و اندوه بیارم، باید یه ذره فکر کنم. آیا هرگز، من حالا میخوام اینجا مقایسه کنم با بعضی از تعالیمی که آخوندها مطرح میکنن و در اسلام هست و اینها که دوستان متوجه بشن، آیا هرگز در آیین بابی ما چیزی میبینیم مبنی بر اینکه آقا شما باید این آیین رو به هر نحوی که شده گسترش بدیم، حتی اگر شده نمیدونم جماعت کافر هستن، این جماعت کافر رو باید فلان کنیم. ما هم چیز داریم در این بابی. ببینین در اون دوران 6 ساله که باب ظاهر شد و یه انقلاب، مردم منتظر بودن. یعنی ملا حسین شهر به شهر میرفت و وقتی وارد شهر میشد نمی اومد با تمام مردم صحبت کنه. شب می نشست با علمای اون شهر صداشون میکرد. بسیار از علما اصلا بابی، ما در اصفهان همه 3-4 تا اصلا از علمای بزرگ داریم، از همه اتفاق شیخیه هم بودن اکثرشون. بله. اصلا بابی شدن. در بوشهر ما داریم، در اصفهان ما داریم، ما در ارومیه داریم، در ارومیه بله. در خیلی جاها داریم. بله. داستان ارومیه رو من بعداً خواهم گفت که اونو خیلی داستان زیباییه که باب میره حموم، وقتی میاد بیرون مردم میریزن تمام آب حمومش رو چیز میکنن به عنوان تبرک میبرن. یعنی ببینید مردم چقدر اعتقاد پیدا کرده بودن. یعنی ملا حسین و یارانش قوقا کردن. یعنی شهر به شهر رفتن و علما و نمیتونم بگم اکثر علما، یه عده زیادی از علما بابی شدن. ولی که مثلا من اینو بگم دکتر سیامک، مثلا خیلی اینجوری میخواستن تلقین بکنن که افرادی که بابی شدن اکثرا عوام الناس هستن و علما و اینا هیچ کدوم، در که این اشتباهه. اتفاقا پیش برنده این قضیه همون علمایی بودن که بابی شده بودن. یعنی بسیاری از علما بودن در شهرهای مختلف. اینا اتفاقا از آدمایی بودن که اینا مثلا ادعا میکنن نامهای خیلی بزرگی بودن. یعنی طرف مثلا امام جماعت شهر بود. بله. آدم بزرگی بود در اون دوره برای خودش، توی اسلامی شیعه. مثلا بابی شده بود. اینا رو چند اگر از تاریخ حذف کنن، ولی ما اسامیشون رو داریم الان که حالا در ادامه ذکر میکنن، به بعضیاشون میرسیم. بله. و جالبش اینه که این آیین با ادیان دیگه تفاوتش اینه که مثلا تمام پیامبران اون
اون ادیان معمولا اولین شاگرداشون یا مؤمنینشون از افراد بسیار طبقه پایین جامعه بودن، یا غلام بودن، یا نمیدونم قایق ماهیگیر بودن، یا بی سواد بودن، معمولا اینطوری بودن. و این بار میبینیم که نه، در این آیین اکثر کسایی که مؤمن میشن همه علمای بزرگ ایران بودن. از خاندان سلطنتی هم داریم، یعنی از افرادی که از قاجاریونی که در واقع میان بابی میشن، این رو هم حتی داریم. بله. یکی از اونا که خودش رو جونش رو میده سلیمان خان افشار بودش. بله. بعد عرض شود که از آزردن دل و ایجاد غم و اندوه برای دیگران رو نهی میکنن، مخصوصا با زنان تاکید میکنن، تاکید مضاعف میکنن که زنها رو هیچ موقع غم و اندوه ندید. بعد تنبیه بدنی و تحقیر کودکان رو ممنوع میکنن. اعمال پسندیده میگن که اعمال پسندیده از جمال و جلال خداوند در زندگی افراد بشر میباشه و سالنامه جدیدی به وجود میاره که درباره این سالنامه بیشتر توضیح بدیم. خیلی از دوستان اطلاعی راجع به سالنامه در واقع بابی ندارن، که در حقیقت این سال به اصطلاح سال بعدی شروع میشه از همون سال 1260 که در واقع آغاز در واقع نبوت ایشون هست. آره، ظهورشون. و هر ماه 19 روزه، هر سال 19 ماهه، یعنی تمام با هم اگه شما حساب کنی میشه 361 روز. همه ماها یک اندازه است. آخرین 4 روزم به ماه آخر اضافه میشه، درسته؟ ماه قبل از ماه آخر اون 4 روز یا 5 روز رو به عنوان ایام ها، یعنی خیلی این جداست، یعنی جزئی از اون ماه نیستش. جشن گرفته میشه و در واقع تعطیلات آمادگی برای آخرین ماه سال که روزه هست، 19 روز، و روزه تموم میشه و روز بعد نوروزه. یعنی نوروز به عنوان اولین در روز این 4 یا 5 روز در واقع روزه گرفته میشه، روزه میگیرن. نه اون 4-5 روز نه، اون 4-5 روز مردم رو میخورونن. دوستان آشنایان به فقرا اینا میخورونن. بعد 19 در واقع روز عید هست. 5 روز به نوعی عید حساب، ولی قبل از اون روزه میگیرن، درسته؟ آره دقیقاً. بله. خلاصه این مقداری بودش از تعالیم باب که گفتم براتون. حالا هرچی دلتون میخواد شما بفرمایید. خب ما این بحث رو داشتیم، راجع به تعالیم هم صحبت کردیم و اینها، و بحث پیشرفته بودن حالا راجع به صحبت میکنیم، ولی که همین عمق در واقع تفکرات ایرانی رو من میخوام در واقع، و بحث انقلابی بودن قضیه رو. خب شما ببینید جنبش باب صرفا در واقع بحث مذهبیش نیست و بحث دینیش نیست، بحث انقلابی بودن قضیه است. خب یعنی مثل اینه که شما با یک انقلابی شما مواجهید در اون دوره که این میاد مهمترین ساختارهایی که بدیهی پنداشته میشده در اون دوره، مثل ساختار روحانیت، رو زیر سوال میبره. خب یک این بحث انقلابی بودن قضیه هم ما صحبت کنیم و اینکه چرا واقعا در اون دوره نیاز به و تأثیری که این در جنبش‌های انقلابی بعدی گذاشت، از جمله مشروطه. خب این خیلی نکته مهمه.
چون از نظر من جنبش باب تأثیر اساسی بر انقلاب مشروطه ایران داشت بدون شک. خب حالا راجع به این یکم صحبت کنیم. بفرمایید دکتر حالا سیامک. شما یه ذره بگین تا منم یه ذره فکر کنم عزیز من. ببینید از دیدگاه من، ببین همین تعالیم ایمانی که شما فرمودین، اینها خب تونستن واقعا به معنای واقعی کلمه جنبش عظیمی ایجاد کنن در جامعه ایران اون زمان. ببینید ما حداقل 200-300 تا از همین علمای شیعه شیخیه داریم که اینا در واقع بابی میشن. خب و بعد در تفکر ببینید شما وقتی یک در واقع روحانیتی اونجا داریم که این روحانیت حاکم بر همه چیز هست، اصلا مشروطه مفهوم و معنا پیدا نمیکنه که کسی بیاد و نمیدونم مجلسی باشد تصمیم گیری کنن ملت نقشی داشته باشه، معنا نداره. خب ولی وقتی که شما با یک جنبشی روبرو میشه که اینها رو نهی میکنه، میگه نه آقا ما بحثمون چیز دیگری است، همه مردم حقوقی دارن، زنان حقوقی دارن. خب شما در جنبش مشروطه بسیاری از زنان رو میبینید که در صف مقدم جنبش مشروطه هستن که اتفاقا بسیار از تواریخ اینها رو بهایی در واقع دونستن. خب یا خیلی از افرادی که در جنبش مشروطه شرکت داشتن بسیار از تواریخ اینها رو بهایی دونستن. خب در حالی که مثلا حالا خیلی از اینها اظهار به بهاییت نمیگن، چون سوالی پرسیده نمیشد ازشون عملا که آقاشون بهایی هستن، ولی بسیار از اینا در واقع منبعث از در واقع جنبش باب بودن. یعنی اکثر این افراد حالا ما در تواریخ داریم مثال‌های متعدد هست که راجع بهشون صحبت کنیم. بفرمایید دکتر سیامک. بله در حقیقت ببینید این 6 سالی که باب در حقیقت باب زندانی بودش، میخوام برگردم به تاریخ زندگیش که میبینیم که این وقتی که برمیگردن اصلا دیگه قوقاش تمام کشور و میبینیم که و وقتی که برمیگرده شیراز در حقیقت تو خونه خودش یه نوع چی میگن حق نداشته از خونش بیاد بیرون و تا اینکه تصمیم بگیرن که چی کار کنن بهش و ما میبینیم که باب بعد یه بیماری خیلی وحشتناکی شهر شیراز میگیره، مثل تایفوید میگن، چی میگن، تیفوس نه تایفوید فرق میکنه، دقیقاً درسته. آره. تیفوید یا همون تایفوید بوده. بله آره. و مردم شیراز همه فرار میکنن از شهر، حتی به اصطلاح اون کسی که حاکم شیراز بودم فرار میکنه و بعد باب آزاد میشه و بلند میشه میاد به طرف اصفهان. در اصفهان منوچهرخان معتمد دوله، یعنی یکی از بزرگترین به اصطلاح و اقتدار، یعنی واقعا خیلی قدرتمندترین فرد بعد از شاه در ایران بود، مؤمن باب میشه. این عکسشه، الان من بهتون میذارم که ببینید. بله این منوچهرخان معتمد دوله بوده که در حقیقت اصلا مسیحی بوده، ولی خب به خاطر مقام و موقعیت و اینا چیز میشه، این مسلمون شده بوده، ولی خب ایمانی نداشته به اسلام و 3 ماه در خانه خودش میزبان باب میشه. در حقیقت میشه گفت در زندگی باب بعد از اینکه اظهار امن میکنه تا شهادتش، این 3 ماهی بودش که واقعا یه حالت آرامش داشتش و منوچهرخان عاشق این مرد بودش، به طوری که حتی
مجالس کوچیکی تشکیل میداد. مثلا حتی امام جمعه اصفهان رو میاره و باهاش میگه که بیا باهاش صحبت کن و امام جمعه مثلا یه سوالاتی میکنه و بعد باب جواب میده و به خاطر جواب باب مثلا منوچهرخان میگه تا حالا چیزی که من اعلان کرده بودم که قبول دارم ولی تو دلم نبود ولی قبول کردم. به هر حال منوچهرخان خیلی جالبه، در یه مرحله باب بهش میگه که آره تو این دنیا بسیار نخواهی بود، از دنیا خواهی رفت و خبر از دنیا رفتنش رو بهش میده و منوچهرخان میاد و تمام املاکش رو به اسم باب میکنه و مینویسه و تقدیم میکنه و باب قبول میکنه و بعد بهش پس میده و میگه که من دنبال ملک و املاک و این چیزا نیستم. و حالا من یه بعد مسئله اینجا اشاره کنم. حالا دوستانی که سوال میپرسن قطعا سوالا رو جواب خواهیم داد، در ادامه صحبت میکنم راجبشون، ولی کن بفرمایید شما دکتر. و بعد میبینیم که منوچهرخان بعدش گاورنر بعدی گرگین خان بوده و گرگین خان نامه به شاه میده، محمد شاه، که چیز کنین، دستور بدید من چیکار کنم و محمد شاه اینم محمد شاه قاجار از شود که سب کنید ایناش، این محمد شاه قاجار یه آدم بیماری بود. بله کامنتور اشکال نداره. اوکی. محمد شاه قاجار خیلی آدم بیماری بوده، مخصوصا کمردرد و اینا داشته. بعد میشنوه که باب چنین ادعایی داره، اتفاقا ته دلش فکر کرد بود که باب بیاد اینجا من ازش تقاضا کنم که این بیماری منو درمان بده کنه. واسه همین خیلی مشتاق بودش، ولی وزیرش که از شود که این بوده، این مردک بوده، اسمش یادم رفت بگیم. آره میرزا آقاسی. این میرزا آقاسی خیلی میترسه و فکر میکنه که اگر یه موقع این باب بیاد و شاه علاقمند بشه شاید این مقام و موقعیت من از دست بره. به همین دلیل تصمیم میگیره که به شاه میگه که نه الان وضع کشور خوب نیست و فلان جای این اتفاق افتاده، فلان جای این اتفاق افتاده، حالا من میفرستمش یه جای خیلی خوبی، وقتی که اوضاع خوب شد ما صداش میکنیم میاد. و شاه هم نرم میشه و قبول میکنه و بعد میبینیم که بابو میفرستن در این قلعه ماکو. یه قلعه بودش، این قلعه است در حقیقت. این قلعه ماکو که در ماکو، نزدیک ماکو، بالای کوه و زندانی بود. خیلی زندان خیلی سختی بود، برای اینکه با هیچ کس ملاقات نمیتونست بکنه، با یارانش نمیتونستش تماس بگیره و اونجا علی خان ماکویی بودش که به اصطلاح چی میگن حاکم ماکو بود و دستور داده بودش که هیچ کس باهاش ملاقات نکنه و تو زندان باشه. و تو این زندان یه اتفاقی میفته که خیلی جالبه و اون این هستش که علی خان یه موقعی داشته میرفته به طرف همین قلعه ماکو و میبینه که باب بیرون وایساده و کنار اون یه رودخونه ای هست اونجا، چی میگن رودخونه، یه رودخونه خیلی نزدیک ماکو، کنار اون رودخونه است در حال دعا و مناجات. این شوکه میشه که کی اینو آورده بیرون و بعد با اسبش میتازه به طرف
باب، ولی بعد اسبش سامها نمیره جلو و بعد برمیگرده میره قلعه، به اون مردانی که اونجا مسئولش بودن میپرسه که شما چیکار داری؟ چیکار کردی؟ چرا؟ گفتن نه این تو زندانشه اینا. بعد این بلند میشه میره قفل زندان قفل زندان رو باز میکنه. بعد میبینه آره باب همون اون حالتی که اونجا دیده بوده اینجا دیده بوده. حالا ببینید این چیزها رو ما معجزه نمیدونیم، ما یه موقع خیال نکنیم که یه معجزه ای شده. این به هر حال این تصوری بوده که تو ذهنش بوده و این منقلب میشه. علی خان منقلب میشه و به پای باب میافته و میگه که من میخوام چیز کنم، هر کاری بگی من میکنم. بعد بابش میگه که یه عده‌ای از دوستان من بیرون نزدیک این قلعه میخوان با من ملاقات کنن، یه کسی هست از راه دور اومده، برو و بیارش. بعد این علی خان خیلی تعجب میکنه، سوار اسبش میشه میره به همون نقطه‌ای که باب گفته بوده، میبینه ملا حسین اونجاست. بعد ملا حسین حیران و سرگردان که چجوری به قلعه ماکو برسه، چجوری از این دروازه های قلعه رد بشه. و علی خان میاد و بهش میگه که بیا بریم و اسبم آورده بوده. بعد میگه نه من سوار اسب نشم. میگه چرا؟ میگه برای اینکه من تمام راه پای پیاده اومدم که محبوبم رو ببینم، واسه همینه تا اون نقطه من پای پیاده میرم. و علی خان اون اسبا رو رها میکنه و خودش هم با اون پیاده میره به قلعه ماکو. و ملا حسین نوروز بوده ملاقات میکنه با و خیلی خب شما فکر کنید دو تا دوست، یه دوست واقعی بعد از چند سال در زندان محبوبش رو میبینه و خب تمام دستوراتش رو میگیره و چی کار بکنه اینا. البته این خبر میرسه به همون مرکز ایران و واسه همینه همون آخونده تصمیم میگیره که جای زندانیا عوض کنه. بله درست دقیقا. بله. سوال دیگه دقیقا ما حالا بخشی از تاریخ و داستان ها بسیار زیاد هست در این زمینه که میشه راجبشون صحبت کرد، ولی که ما میرسیم به در واقع ببینید خب در واقع بهاءالله چه شخصی بود، چه جایگاهی اینجا داشته. خب چون من از وقتی که این مسئله رو مطرح کردم که قرار هست در واقع سوالی یک لایوی داشته باشیم راجع به همین قضیه، بسیاری از دوستان خیلی خوبی هم هستن در واقع سوالاتی مطرح کردن. مثلا چند تا از استوری هایی که جاهای مختلفی در اونور پخش میشه و اینا فرستادن مثلا که آقا مثلا راجع به اینا صحبت بشه و اینا. یه سری استوری ها هستن که خب در واقع با دید خیلی توطئه گرایانه به قضیه نگاه میکنن. به عنوان مثلا یکی از دوستان عزیز برام چند تا از استوری ها رو فرستاده بود راجع به اینکه بله جنبش باب جنبش بسیار انقلابی بوده، خیلی خوب بوده و اینا، ولی بهاییت در واقع بهایی ها اینها حاصل توطئه‌ای بوده که آخوندا کردن برای از بین بردن جنبش بابی. خب حالا برای پاسخ دادن به این سوال ما ابتدا باید شخص بهاءالله رو بشناسیم، چه شخصی بوده، از کجا اومده، به چه شکل بوده و به کجا رفته، تا ما بتونیم این رو درک کنیم و اختلافات بین در واقع بابی و بهایی رو ما متوجه بشیم. آقا جنبش بابی چی میگه، جنبش بهایی چی میگه و بله. اتصالشون کجاست و افتراقشون کجاست. بفرمایید دکتر سیاوش. دودا جان پس بهاءالله رو میخوایم یه چند دقیقه دیگه بگیم این تاریخ باب رو تموم کنیم. میخوایم این کارو کنیم. بله. به محاکمش برسیم، به محاکمه باب برسیم و من دوست دارم شما چون که مطالعه کردید درباره این محاکمه باب
یه صحبت خوب نمیدونم دلتون میخواد بکنید یا چرا که نه حتما، چرا که نه حتما این آره صحبت که رو واقعا خواهیم شما داشت. زحمت من کشیدید خواهش میکنم، و من خیلی خیلی ممنونم مطالعه از شما بابت منابع خوبی که در واقع در اختیار خواهش من میکنم. گذاشتیم. من تونستم راجبش مطالعه بکنم. فقط چون صدام بر میگرده، اگر امکان داره دکتر سیامک عزیز مایکتون رو ببندید تا من این صحبت تموم الان اوکیه؟ نه اوکی نیست. من مایکم رو ببندم. آره مایکتون اگه امکان داره ببندین، ولی هر زمانی که احساس کردین که در واقع لازم هست صحبت کنید و کامنتی بذارید، من در خدمتتون هستم که این بحث رو جمع کنید، چون قطعا اطلاعات شما از اطلاعات من خیلی بیشتر در زمینه هست. نه اصلا دودا جان فقط جست من همین برسونمش به اون تبریز که میخواین شما صحبت کنید. ببینین باب در ماکو زندانی بود. بعد در ماکو که وقتی زندانی بود اتفاقای بزرگی افتاد. یکی از اون اتفاقات همون داستان بدشت بودش. مجلس بزرگ بدشت که بابیا حدود 81 نفر جمع میشن در اونجا که طاهر قرةالعین هم اونجا بوده، بهاءالله هم اونجا بوده. حیفه راجع به طاهره صحبت نکنیم، حیفه. اونم خیلی مثلا مهمه. بفرمایید. آره اینا جمع میشن اونجا. هدفشون چی بوده؟ در حقیقت کاری که طاهره میکنه با کشف حجابش، این یعنی این شریعت اسلامو از شریعت بابی خواستن که جدا کنن. تا حالا همه خیال میکردن که ما هم خب همون مسلمونیم، همشون هم آخوند بودن، یعنی اون 81 نفری که اونجا بودن اکثرا آخوند بودن. واسه همین این کنفرانس بدشت هدفش جدایی آیین باب از اسلام بودش. به همین دلیل اولین واسه همین خیلی جالبه این کنفرانس داستانش خیلی مفصله، ولی تو اون کنفرانس ما میبینیم که طاهره خیلی نقش مهمی داشت و در اون کنفرانس هدفشون این بودش که بابو نجات بدن از ماکو. یکی از اهدافشون بود که نجات بدن و بعد اینکه شریعت بابی رو از شریعت اسلام جدا کنن و این اتفاق افتاد. و ما میبینیم که حتی مثلا وقتی طاهره کشف حجاب میکنه 3 تا از همون آدما با خنجر میخواستن سر خودشون رو ببرن. یعنی اینقدر براشون غیر قابل تحمل بود. ولی واسه همینه شما ببینید که لقب طاهره لقبش طاهره نبود، لقب اسمش بودش زرین تاج. آره لقب طاهره بهش داده میشه از طرف بهاءالله. یعنی شما خیال نکنید که اون ناپاکه، خیلی هم پاکه، طاهره. واسه همین و بعد میبینیم که اونا میفهمن که آره این دو تا آیین جداست. حالا شاید بعضیا برگشتن رفتن گفتن نه ما نمیخوایم، اشکال نداره، ولی اونایی که موندن مستقیم موندن. بعد از این کنفرانس بدشت ملاحظه یه کاری کرد. این روزا شما میشنوین 313 نفر یاران امام زمان اینا. این اتفاق در حقیقت ملا حسین چیکار کرد؟ ملا حسین در بشرویه بودش و یه مرکز بابی اونجا درست کرده بود و از بشرویه اون راه میفته، یعنی از خراسان راه میفته و تا مازندران با اسب و با یارانش شهر به شهر، روستا به روستا همینطور رد میشن
و تبلیغ میکنن آیین بابو. و همینطور که میان وقتی نزدیک بار فروش میشن میبینیم که ارتش در حقیقت به دستور علما و تحریک علما و حکومت حمله میشه به اینا و اینا بلند میشن میرن در قلعه شیخ تبرسی. شیخ تبرسی یه مزاری بوده که دور و برش دیوار بوده. این دیوارا رو بیشتر چیز میکنن، محکمتر میکنن و اینا آماده میشن و این داستانش خیلی بلنده. 9 ماه کامل، 9 ماه یا 11 ماه کامل اینا اون طرف حدود 12,000 سرباز دولتی و این وسط 313 نفر بودن. اولش 313 نفر بودن ولی بعد آهسته آهسته یه عده‌شون کشته میشن و اینا. در یک مرحله اینا میبینن که هیچ راهی نیست و اینا آنچنان شجاعتی نشون میدن. ملا حسین رهبرشون بوده. مثلا شما این تاریخی که من میگم اینا ما ننوشتیم بلکه خود اینا نوشتن که در یکی از اون قبل از اینکه برن شیخ تبرسی و جلوشون مردم بارفروش و سربازا میان بهشون حمله بکنن و از این ور خب اینا یه عده‌ای بودن و ملا حسین بهشون میگه که ما با شما کاری نداریم، ما راهی داریم که همطور داریم ادامه میدیم. اونا میگن نه شما کافری هستین و ما میبایستی که شما رو بکشیم و از اون طرف 3 نفرشون رو با گلوله میکشن و جالبیش اینه که ملا حسین نفر سومی که کشته میشه کسی که تیر میزده رو میبینه و ملا حسین یه آدم خیلی ضعیفی بوده، لاغر، قدرتمند نبوده، شمشیر داشته و میره به طرف اون و اون میره پشت یه درخت و گلوله میزده و ملا حسین در باران گلوله میره به طرف اون و ضربه‌ای میزنه که آدم، درخت و اون اسلحه شیش تیکه میشه. و بعد وقتی که شاه ایران، نخست وزیر ایران میگه که این همه ماه شما نتونستین یه عده آدم کمیو شما مقابله بکنید، این چیه؟ واسه همینه سردار اون 12,000 سربازا 2 تیکه اسلحه رو برای نخست وزیر میفرسته که ما با چنین آدمایی داریم مقابله میکنیم که با یک ضربه شمشیر این کار کرد. و به هر حال این اتفاقا شروع میشه و در چندین شهر، یکی بوشهر، شهرهایی که یکی زنجان بوده، یکی نیریز بوده، یکی همین اشربت که شیخ تبرسی، اینجاها بودش که بابیا از خودشون دفاع کردن، نه اینکه جنگیدن کشتار کردن بلکه دفاع کردن. مثلا بعد از 11 ماه یادم نیست 9 ماه یا 11 ماه در شیخ تبرسی اینا میان خودعه میکنن، همون حرفی که خمینی میزنه، پشت قرآن یه نامه می نویسن و میفرستن که آره ما تا حالا اشتباه میکردیم که شما کافر هستید و اینا، شما بیاین بیرون و ما به شما احترام میذاریم و شما برگردید برید خانه هاتون و ما کاری نداریم. و این نامه رو میفرستن برای قدوس اون چیز بودش، رهبریت اون شیخ تبرسی بود، برای اینکه ملا حسین از دنیا رفته بود، کشته شده بود در همون جنگ ها. و قدوس نامه رو دریافت میکنه و میگه ما بریم بیرون، ما میایم بیرون، ما میدونیم که این دروغه ولی به احترام کتابی که روش نوشتن ما میریم بیرون
تا ببینیم چی میشه. و میرن بیرون. 11 ماه غذا نخورده بودن. غذا یعنی انقدر غذا کم داشتن که مثلا وقتی جنگ میکردن پول و ثروت، مثلا وقتی حمله میکردن یا عالمه از همه فرار میکردن، از اکثرا سربازهای دولتی فرار میکردن و ما میبینیم که مثلا اسبشون رو میآوردن تو اونجا اسب میخوردن، گوشت اسب رو میخوردن، یا اینکه از جنگل دور اوور این قلعه چی میگن به اصطلاح برگ و عرض شود که گراس چی میشه به اصطلاح علف و اینا رو می آوردن می جوشوندن می خوردن، به طوری که انقدر گرسنه بودن که به دلشون سنگ می بستن و که گرسنگی رو حس نکنن، سنگ می زاشتن و با شال می بستن. انقدر مقاومت کردن 11 ماه و بعد از 11 ماه اومدن یک مجلس بزرگی که غذای عالی گذاشته شده بود و قدوس میگه ما نخوریم، ما نمیخوریم و پس میدن اون غذا رو و میبینیم که در یه مرحله اونا حمله میکنن و همه رو میکشن. قدوس رو میگیرن میبرن شهرش که شهادت قدوس خیلی داستان زیبایی داره که دوست دارم الان بگم اگه دلت بفرمایید. قدوس رو از بار فروش بود، از شهر خودشون بود. قدوس رو میبرن بار فروش. قدوس تنها پسر مادرش بودش و مادرش همیشه آرزوش این بودش که این پسر رو عروسی بده و قدوس به مادرش همیشه میگفت که مامان عروسی من تو خونه و اینا نخواهد بود، در اون میدان شهرمون این اتفاق میفته. و مادرش میخندید، مسخره میکرد که چی داری میگی تو میدان بزرگ شهر تو عروسیت اونجا چطوری ممکنه باشه. این پسر به مادرش میگفت که آره این اتفاق خواهد افتاد و قدوس رو میارن و از تنش لباسشو پاره پاره میکنن و جالبش اینه که مردم بارفروش یا همون بابل حمله میکنن به تمام. وقتی وارد شهر میشه فریاد میزنه که ای مادر کجایی، عروسی من امروزه، مادر کجایی، عروسی من امروزه. و میبرنش. جالبیه این داستان اینه که حتی زنها هم به تن این آزار میرسونن. هر کسی با یه چاقویی، با سنگی، با نمیدونم چماقی، هر کسی هرچی داشت به تن این جوان زد. دیگه بحث تهییج جامعه است دیگه. ببین وقتی که توی جامعه شما همش این حرفو بزنی خب اون جامعه این عکس العمل نشون خواهد داد دیگه. علما پشتشون. بله. و بعد وقتی هنوز تنش جون داشت 2 تیکش میکنن و نه ببخشید 2 تیکش نمیکنن، آویزونش میکنن به درخت و آتیش روشن میکنن و آتیشش میزنن. این داستان قدوس بود. قدوس خیلی مظلومانه در واقع یکی از بزرگان این آیین بودش. ما میبینیم که اینطوری شروع میشه کشتار و اینا و بعد میرسه مجلس ولیعهد. حالا اینا علما میگن که اینو میبایستی که ما خاتمه بدیم این داستانو. پس چیکار کنیم؟ یه مجلسی تشکیل میشه که تو اون مجلس باب رو میارن به تبریز میارن. این بار از شهریخ برمیدارن میارن تبریز. تو راه تو ارومیه اون اتفاق میفته که این داستانش حالا نمیخواد بگم و که مردم ارومیه عاشق باب میشه و بعد میارنشون به تبریز و در اونجا
در اون مجلس ولیعهد ناصرالدین شاه بودش و تمام علمای همون علمایی که گفتین اونا اونجا بودن، به اضافه و بعد وقتی باب وارد مجلس میشه همه نشسته بودن، جایی برای باب نبود. 2 تا صندلی گذاشته بودن، یک صندلی اول آورده بودن خیلی شاهانه برای ولیعهد، بعد میبینن که نه از این بهتر یه صندلی دیگه هم داریم، اونم آورده بودن، ولی هیچ کس جرأت نشستن روی 2 تا صندلی رو نداشت. بعد باب وقتی وارد میشه میبینه همه جاها پره، فقط 2 تا صندلیه، میره میشینه رو اون صندلی و بعد جلسه شروع میشه که حالا جلسه رو شما تعریف میکنه. بله حتما این جلسه بسیار مفصلی است. من چون لایوم 6-7 دقیقه یا 8 دقیقه دیگه تموم میشه، چون مفصل قضیه، من توصیه میکنم که بریم و برگردیم تو لایو جدید قضیه محاکمه باب رو با هم دیگه داشته باشیم. عالی دستتون در نکنه. و درود میفرستم به تمام دوستانی که اومدن. میبخشید اگر من جوابی ندادم برای که اینقدر موضوع جواب یعنی درود میدادن و اینا. من خیلی شرمندم. به تمام دوستان عزیز تهنیت و درود میفرستم. خب بریم مرسی. بعدی برگردیم دوستان عزیز، در کنار ما باشید که این بحث رو ما پیش ببریم. میبینم بسیار. مرسی.